بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه واهل بیته اجمعین. بعداً السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اولا همه شما را به این روزهای خیلی پربرکات و خیلی از رحمت خداوند زیاد که این ماه مبارک است تبریک و تهنیت میگویم و به حرمت این ماه و به حرمت این روز جمعه همه ما و شما میخواهم دستی به دعا برداریم و از خدای خود مراد و مطلوبهای خود خواهش کنیم. اللهم انا نسألك العفو والعافیة والمعافاة فی الدین والدنیا والآخرة. خدایا ما از تو میپرسیم اولا مغفرت گناه را. خدایا گناههای ما را مغفرت بگردان. خدایا امنیت را هم در دین ما و هم در ملک ما خدایا برقرار و بردوام نگه بدار. اللهم انا نسألك برکة فی عمرنا و صحة للبدننا و زیادة فی رزقنا. خدایا از تو میپرسیم این عمری که بر ما نصیب گردانیدی عمری پربرکات بگردان و خدایا رزق و روزی ما را زیاده بگردان و خدایا بدنهای ما را از جمیع بیماری ها نگه بدار و توبة قبل الموت و راحة قبل الموت و مغفرة بعد الموت و خلاصا عن النار و دخول فی الجنة. خدایا پیش از آنی که این امانت را از بدن ما جدا میکنی خدایا توبه ما را به درگاه خود قبول بگردان و خدایا پیش از مرگ ما را مرگ با راحت بگردان. کلمه های بزرگی طیبه و شهادت را بر زبان ما خدایا رانده بگردان. بعد آنی که ما را داخل قبرت میگردانی خدایا قبر ما را مثل خانه همان قبری با راحت بگردان، باغ به باغهای جنت دم مبدل شان بگردان و از عذاب دوزخ خدایا این جمعیت ما را نگه بدار. خدایا مراد مطلوب مقصودهای نیکی که در دل این بندگانت است با فضل خودت برآورده خیر بگردان. گذشتگان ما را خدایا رحمت مغفرت بگردان. آرامی را در روی دنیا علی الخصوص در این جمهوری ما برقرار و بردوام نگه بدار. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. پیش از آنی که صحبت امروزه را آغاز میکنیم بر همه شما به دقت همه شما میرسانم که چگونه جمعه پیشین برای شما وعده کرده بودیم که خداوند اگر بر ما مهلت دهد، وقت دهد، حیات دهد که به تکلیف خیلی از برادرهای زیاد تکلیفهای زیاد کردن که در باب قیامت صحبتی شود. ما خواستیم اولا از اشراط این قیامت، از علامتهای این قیامت، پیش از آنه که قیامت بالای ما و شما بیاید و خود یک علامتهای دارد، نشانه‌های دارد که باید که ما از اون زینه‌ها میگذریم بعد به این واقعه خیلی مدهش و وحشتناک قیامت است روپرو میشویم. میخواستم این موضوع را امروز در مدت 1 ساعت به سمع شما با همین علمی ناکافی خودمان برسانم. هر سحر برخیز ای دل خدمت جبار کن،
هر سحر برخیز ای دیل خدمت جبار کن، گر توانی بعد خدمت گریه بسیار کن. گریه و زاری عجب سرمایه درگاهی هوست، هر دم صبح سعادت خیش را بیدار کن. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اذا اصبحت معافا جسدك آمنا في سربك. پیغمبر خدا میگوید وقتی که شما سحر بیدار میشوید، چشمهای خود گشاده که میکنید و نظر می اندازین که دستهای شما حرکت میکند، پایهای شما حرکت میکند، خلاص همه اعضای شما در جای خودش درست واقع هست. نظر به کلبه خود میکنید، کلبه شما به یگان واقعه، نه سوختار شد، نه بالای شما چپه شد، بلکه صحت و سلامت تا سحر بالای شما پناهگاه شما شد. شما بیدار که شدید، اولا شکرانه به سوی خدا کنید، زیرا که خدای شما قادر بود که شما را دیگر چشم شما را بیدار نسازد. همین چشمی که شما پوشانیدین ابدی روز قیامت بکشاین، این ده هم خداوند قادر بود. یا خداوند قادر بود که این خانه ای که شما در زیر او خواب بودین، این خانه را بالای شما چپه بسازد. لیکن آرام به یگان واقعه شما بیدار شدید. رسول اکرم میگوید شکرانه این شما به جا بیارین. شاعرم همین باز ما و شما طلب دارد، هر سحر برخیز ای دیل خدمت جبار کن. سحر که از خواب بیدار شدی، به یگان شکایت، به یگان تردید، به یگان دودیلگی، از جای خود خیز. بسم الله الرحمن الرحیم. و اولین کاری که انجام میدهی این است که تو باید که طهارت انجام بدهی. طهارت که انجام دادی، بعد این دیگر امر جبار بالای تو می ایستد که باید قدم زنان به سوی مسجد محله خود برای ادا کردن نماز بامداد حاضر شوی. زیرا رسول اکرم میگوید خداوند فرمود من صلی الصبح فهو فی ذمة الله. کدام بنده از من اگر نماز بامداد با جماعت خواند، او بنده در ذمه من است. خداوند ذمه بنده را به سبب این نماز با جماعت بامداد به عهده خود میگیرد که این بنده امروز کافر نمی شود، این بنده امروز دیگر گناهگار نمی شود. این بنده که اگر خالص از برای من همون سحر در نماز بامداد اشتراک کرد، خدمت جبار خود کرد. من صلی بردین دخل الجنه. پیغمبر خدا گفت کسی که اگر نماز بامداد با جماعت ادا کرد، اون کس وارد جنت میگردد. بعد خدمت گر توانی گریه بسیار کن. حضرت میگوید بعد این عبادت ها باز نناز که من به سوی تو ای خدایا عبادت کردم، من نماز بامداد خواب سحر پراندم و برای مسجد قدم زنان آمدم. اینا با به سوی درگاه خداوند نناز، بلکه باز گریه کن که خدایا این مشقت مرا به درگاه خود قبول بگردان. زیرا بنده بسیار مشکلات های دارد، بسیار حالت های خوف و خطر زیاد در پس دارد. همه مشکل برای ابن آدم، همه مشکل برای ابن آدم، همان که نیست واقف نیست آدم. همین که از عذابها با خبر شد، ز اندوه جزا خونی جگر شد. اصل همون آدمی هست که از واقعهای خود، از روز جان دادن خود، از داخل شدن قبر، از روز بیدار شدن در روز قیامت فکر و اندیشه میکند. من یک شیخ احمد رضی الله عنه را به شما میگویم، بعدا انشاءالله صحبت من آغاز میکنیم. حضرت در معدن حال جنونی
سبب گریه کردن شیخ احمد را خبر می‌دهد که شیخ احمد خیلی گریه می‌کردند، زاری می‌کردند، تولا می‌کردند. وقتی که از حضرت سبب گریه را پرسیدند، سبب زاری را پرسیدند، حضرت گفتند به بالا 8 جنت فوق گردون. جنت از روی روایت ها زیر عرش خداست، در قسم بالاست. دوزخ از روی روایت ها در زیر زمین است. به بالا 8 جنت فوق گردون، به زیرم 7 دوزخ ماند بیچون. بیاسایم چگونه در میانه، بیاسایم چگونه در میانه، بود لازم به من ذکری شبانه. حضرت گفتند چگونه من آرام گیرم، چگونه این چشم از آب دیده قاق شود وقتی که بالای سر من 8 جنت است، زیر پای من 7 دوزخ است و من یک بنده نالایق در مابین اینها خواب هستم. ندانم اهل پستم یا که بالا، چه آید حکم از ایزد تعالی. من نمیدانم، گفت نمیدانم که از خدای من چه حکمی آمده باشد که این شیخ احمد را بالا میبرند یا پایان میبرند. از این خاطر من در اندوه هستم. چون این گفت آن جگرخون گریه‌ور شد، کشید آهی مگر خونی جگر شد. اون حضرت ها این فکرها در خیالشان بود. امروز ما و شما خنده میکنیم، ما و شما غافلانه بی پروایانه حرکت میکنیم. سببش این است که ما و شما از آن خوف و خطری که در پیش داریم درکدار نیستیم. کل عین باکیه الا 3، پیغمبر میگه تمام چشمها در روز قیامت گریه میکنند مگر 3 چشم در روز قیامت خنده میکنند. عین بکت من خشیت الله و عین غزت عن محارم الله و عین سهرت فی سبیل الله. چشمی که در دنیا از برای ترس خدا گریه کرده بود، این چشم در روز قیامت گریه نمیکنه. چشمی که حرامهای خدا در نظر نکرد، دویم چشم روز قیامت این چشم هم گریه نمیکنه. و چشمی که از شب تا به سحر بیدار بود، نمازهای تهجد میخواند، کتابخوانی میکرد، این چشم ها هم روز قیامت خنده میکنند، گریه نمیکنند. خوش به حال آن برادرانی که از این گفته هایی که الها به سمع شما رسانیدم در وجود اونها این موجود است و انشاءالله این عمل هایی که الحال گوش انداختین اگر شما عمل کننده باشین، شما هیچگاه نه در دنیا و نه در آخرت البته گریه نمیکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. ان عمر رضی الله تعالی عنه قال نحن بیننا عند رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات یوم اذ طلع علينا رجل شدید بیاض الثياب و سواد الشعر. این حدیث راویش حضرت عمر است. میگوید روز از روزها ما همراه پیغمبر خدا بودیم با همراهی چند نفر دیگر. الحال این حدیث به ما و شما بیان میکند موضوع ما و شما را و نشانه های قیامت را. نزد رسول اکرم نشسته بودیم، صحبت گرم پیغمبر خدا را گوش میکردیم. به ناگاه یک مرد در این مجلس ما حاضر شد. چنان لباسی سفید داشت که این چنین سفیدی را در هیچ لباس دیده نمیشد. سواد و شعر،
موی سرش چنان سیاهی بود که هیچ سیاهی به این موی سر مانند نبود. لا یرا علیه اثر السفر. و این مردی که در مجلس ما اشتراک کرد نشانه های مسافری هم در بدنش مشاهده کرده نمیشد، زیرا لباسش هیچ گرد و غباری نداشت. یک بار در مجلس ما پیدا شد. ولا یعرفه منا احد. این جمعیتی که ما در اطراف پیغمبر نشسته بودیم کسی این مرد را نمی شناخت. مردی ناشناس حاضر شد. وقتی پیغمبر را دید گفت السلام علیکم یا محمد صلی الله علیه و سلم. این در روایت مسلم میگذرد. در روایت بخاری باز بغیر سلام ذکر می شود. سلام دادن. حضرت عمر میگوید فجلس عند رسول الله صلی الله علیه و سلم فاسند رکبتیه الی رکبتیه و وضع کفیه علی فخذیه. عمر میگوید وقتی این مرد ناشناس معرکه ما که داخل شد، زانوهای خودم میگه چنان به پیغمبر خدا نزدیک کرد که زانو به زانو به پیغمبر نزدیک شد و نشست و دستهای خودم میگه بالای همین ران خود گذاشت و قال اخبرنی عن الاسلام. محمد بر من خبر بده اسلام چیست؟ فقال صلی الله علیه و سلم ان تعبد الله ولا تشرك به و تقیم الصلاة و تؤتی الزکات و تحج البیت و تصوم رمضان. پیغمبر خدا در جواب این مرد میگه جواب داد اسلام این است: اولا عبادت کن خداوند را چنان بشمار که هیچ ذات و شریک ندارد. خداوند فرزند ندارد، خداوند پدر ندارد، مادر ندارد، اولاد و خویش ندارد. دوم 5 وقت نماز خواندن است. رسول اکرم سوال این مرد جواب گفته ایستاده است. سوم زکات مال دادن است. چهارم اگر قوت داشته باشی حج کردن است. پنجم ماه مبارک رمضان روزه داشتن است. صدقت یا محمد فعجبنا. وقتی میگه رسول الله این جواب به این مرد گفت راست گفتی ای محمد. ما در تعجب افتادیم این کی هست که خود سوال میدهد باز خود تصدیق میکند. حضرت میگد باز این مرد میگد سوال دادن دوام داد. اخبرنی عن الایمان. از ایمان محمد بر ما خبر بده. رسول اکرم چی گفتند؟ ان تؤمنوا بالله و ملائکته و کتبه و رسله والیوم الاخر و تؤمنوا بالقدر خیره و شره. قال صدقت یا محمد. رسول اکرم جواب پره به این مرد داد. گفت ایمان این است که باوری کنی اولا بر وجود خدا، بر هستی خدا انسان باید که باوری داشته باشد. برادرای عزیز، پیش از آنی که این حدیث ما بر شما پره این حدیث مشهوری هست بیان کنم، در همین نکته یک چیزی را برای شما یادآور میشم. حضرت به ما و شما بیان دارد، پیشوای ما و شما پیغمبری خدا، اول این که شما ایمان داشته باشین بر وجود خدا، بر حاضر بودن خدا شما باور داشته باشید. اگر انسانی که خدا را عبادت میکند لکن در وجود خدا شک و شبهه داشته باشد، وای بنده از دایره ایمان اسلام بیرون است. این عقیده باطله که یک توده مردمی گمراه داشتن برای نبودن خدا، این عقیده باید در مردم مسلمان نباشد. من وقتی که یک کتاب مطالعه کردم عقیده مارکس در اونجا یافتم. مارکس گفته است خدا وجود ندارد، خدا را
خدا انسان را نه آفریده است بلکه انسان خدا را آفریده است. این عقیده مارکس است و این دین اسلام گفته است. در عقیده کتاب در دست ماست. این دین اسلام گفته است دینی هست که بعضی ثروتمندها این ایجاد کردن